الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى مخلوقات خود را آفرید تا اینکه او را اطاعت کنند و بندگی به سوی او به جا آورند و به سوی او تضرع و ذلت از جانب بندگان اجرا شود. و اولین واجبی که بر ذمه بنده ها هست و همزمان اصول اولی شریعت این شناختن پروردگار است، معرفت الله سبحانه و تعالی است. در سوره محمد الله تعالی امر میکند بندگان خود را تا اینکه خدای خود را الله تعالی را بشناسند. فاعلم انه لا اله الا الله، بدان، علم گیر، دانش طلب که در این دنیا غیر الله تعالی دیگر خدای برحق نیست، دیگر معبود برحق نیست، دیگر شخص یا ذات سزاوار به عبادت نیست غیر الله تعالی. این را بدان گفت الله تعالی برای ما و شما امر و سپارش بدهد. در حدیثی که امام بخاری و امام مسلم روایت کردند از عبدالله بن عباس رضی الله عنهما، میگویند که لما بعث النبي صلی الله علیه و سلم معاذا الى نحو اهل اليمن قال له، وقتی که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم معاذ ابن جبل را به سوی کشور یمن فرستانیدند همچون راهبر و پیشوا، قال له، گفتند برای معاذ، انك تقدم قوما من اهل الكتاب، تو به سوی قوم رهسپار شده ایستاده که آنها اهل کتاب هستند. یعنی آنها مانند مشرکان مکه شخصان بی‌سواد نیستند، آنها اهل کتاب هستند. برای آنها انجیل آمده است یا تورات آمده است، صاحب علم و معرفت هستند. فلیکن اول ما تدعوهم الیه ان یوحدوا الله تعالی، پس اولین امری که تو آنها را دعوت به سوی اون میکنی این که آنها الله تعالی را یگانه شمارند، یگانه اعتقاد کنند. در بعض روایت های بخاری فلیکن اول ما تدعوهم الیه شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و انی رسول الله. از وقتی که به سوی یمن میروی اولین دعوتی تو به این شود که شهادتی به یگانگی الله تعالی، یعنی مردم دعوت بکن تا اینکه شهادت دهند که در این عالم غیر الله تعالی دیگر خدای حقیقی نیست و انی رسول الله و من رسول پروردگار هستم، رسول الله هستم. برای این دعوت کن. فإنهم اطاعوك فی ذلك، اگر آنها در این مسئله تو را اطاعت کنند، فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في يوم وليله، در این مسئله اگر آنها فرمانبرداری کنند سپس برای آنها تعلیم ده که در یک شبانه روز برای آنها 5 وقت نماز فرض است. این معنای آن را دارد که شخص عالم و شخص دعوت کننده به سوی خدا باید با مسئله های مهم، موضوع مهم را اولا پیشکش بکند. زیرا پیغمبر خدا گفتند که فإنهم اطاعوك فی ذلك، اگر آنها در این مسئله تو را اطاعت کنند سپس برای آنها تعلیم ده نماز را که بر ذمه آنها در یک شبانه روز 5 مراتب نماز فرض است. فإنهم اطاعوك فی ذلك،
اگر در این مسئله نیز آنها تو را اطاعت بکنند فاعلمهم ان الله افترض عليهم في اموالهم. سپس بعد اینکه نماز به هم آنها فرمانبرداری کردند و رو به نماز آوردند و نماز خواندند، سپس برای آنها تعلیم ده که ان الله افترض علیهم صدقه فی اموالهم، الله تعالی در مالهای آنها صدقه را فرض گردانیده است، یعنی زکات را فرض گردانیده است. تؤخذ من اغنیائهم فترد علی فقرائهم، از ثروتمندان آنها گرفته می شود و به فقیران و مساکین آنها داده می شود. سپس این را تعلیم می‌کنم. این حدیث دلالت می‌کند که باید با ترتیب مسئله مهم و موضوع مهم باید موضوعگویی کرده شود، دعوت کرده شود خلق خدا، بندگان خدا را. و این حدیث دلالت می‌کند که اولین واجب بر بندگان این شناختن پروردگار است. اولین فرض عین، ضرورترین چیز، مسئله مهمترین چیز این شناختن پروردگار است. زیرا هر علمی که ما و شما میخوانیم، آن علم فضیلت آن و منزلت آن بنابر بحث موضوع علمی آن هست. در کدام موضوع اگر صحبت میکرده باشد، بنابر موضوع آن علم مرتبه دارد. و این علم خداشناسی در عالم بهترین و افضلترین علم است. زیرا که در این عالم اگر همه مخلوق باشد، همه بنده باشد، همه آفریده شده باشد، خلق شده باشد، همه این مخلوقات یک خالق دارد، یک آفرنده دارد. این موضوع علم خداشناسی درباره آن ذات بزرگ که هم مثل و مانند ندارد، فرزند ندارد، همسر ندارد، کسی ندارد، او یگانه است، در شأن او هست، در خصوص او هست. بنابراین این مهمترین موضوع است و فضیلت این علم که علم خداشناسی که خیلی بزرگ است. حتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند، چطوری که در صحیح بخاری و هم صحیح مسلم از معاذ بن جبل رضی الله عنه ثابت شده است. حضرت معاذ گفتند: كنت ردیف النبی صلی الله علیه و سلم علی حمار، روز ردیف جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در بالای چارپای بودیم، یعنی ردیف بودم، یعنی در قفای جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودم. فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ پیغمبر خدا گفت: ای معاذ، آیا میدونی حق الله تعالی بر ذمه بندگان چی است و حق بندگان بر ذمه الله تعالی چی است؟ قلت الله و رسوله اعلم. گفتم الله تعالی و رسول الله تعالی داناتر هستند. پیغمبر خدا گفتند: حق الله على العباد، حق العباد، حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق بنده ها، حق الله تعالی برگردن بنده ها، بر ذمه بنده ها، بر دوش بنده ها این است که ان یعبدوه، این که الله تعالی را عبادت کنند، یگانه شمارند، یگانه اعتقاد کنند، یک و یگانه دانند، ولا یشرکوا به شیئا، با الله تعالی چیزی را شریک نآورند. این حق الله تعالی بر دوش بنده ها است، بر ذمه بنده ها حق الله تعالی همین است، یگانه اعتقاد کردن پروردگار و با او کسی رو یا چیزی رو شریک نآوردن. و حق العباد علی الله، حق بنده ها بر ذمه پروردگار الا يعذب من لا يشرك به شیئا، این که الله تعالی عذاب ندهد کسی را که با الله تعالی شریک نبیارد. حق بنده ها، ما و شما بر ذمه پروردگار این بود است که الله تعالی عذاب نمیداد است آن کسی را که با الله تعالی کسی یا چیزی را شریک نبیارد. الله تعالی حق ما است بر ذمه پروردگار. الله تعالی وفا میکند الا يعذب من لا يشرك به شیئا، کسی که اگر با الله تعالی شریک نبیارد الله تعالی عذاب نمیدهد. دیگر خاطرهای خود را بنده ها جمع کرده باشند اگر شریک نمی آورده باشند. حضرت معاذ خرسند شدند. برای چی؟ برای اون که میدانستند که آنها و صحابگان کرام، دیگر رفیقان آن کس، دوستانشان
و الله تعالی چیزی را و کسی را شریک نمی آوردند. سپس گفتند که یا رسول الله افلا ابشر الناس، من رفته مردم را خوش خبر ندیدم؟ آیا برای مردم این خبر خوش را نرسانم؟ از مردم سیمانچه نگیرم؟ پیغمبر خدا گفت که لا تبشرهم فیتکلوا، برای مردم این خبر را نرسانم تا اینکه آنها احتمال است که آنها تکیه کنند. تکیه به همین که آنها شریک نمی‌آورند، به این تکیه کرده دیگر احتمال دیگر عملها در دیگر عملهای خیر سستی بکنند شاید. زیرا که آنها که خداپرست هستند، یگانه پرست هستند و الله تعالی چیزی را شریک نمی‌آورند، اگر دانند که آنها با آتش دوزخ نمی‌درآیند، سپس شاید آنها در بعض عملهای خیر قفانشینی نکنند. گفته فلا تبشرهم، این خبر را نرسانید. خب این خبر از کجا برای ما رسید؟ اگر مادامی که پیغمبر خدا به معاذ گفته بودن که این خبر را به هیچ کس نگفتن، علما میگویند که فاخبر بها معاذ عند موته تأثما، این خبر معاذ در وقت وفاتش پیش از آن که جان به حق سپارد، این حدیث پیغمبر به مردم گفته وفات کرد. تأثما از خوف آن که شریعت یک حدیثش همراهی معاذ ابن جبل به خاک دفن نشود، یک حدیث پیغمبر علمی از علمهای شریعت به زیر خاک دفن نشود و از جمله آنهای نشوند که علم شریعت را پنهان کرده رست کرده از مردم نشوند. گفته حضرت معاذ در وقت وفاتشان گفته بودند که این حدیث دلالتی واضح میکند که اگر کسی که الله تعالی را یگانه عبادت کند و با الله تعالی شریک نآورد، حقی ما از حق بندگان است بر ذمه پروردگار که عذاب ندهد. باید الله تعالی شخصی که شریک نمی‌آورد او را عذاب ندهد. خیلی یعنی فضیلتی بزرگی خداپرستی، یگانه پرستی و شریک نآوردن را این حدیث افاده می‌کند. واقعا در حدیث امام ترمذی که ابو عیسی ترمذی در جامع سنن خود از حضرت انس رضی الله عنه آوردند که پیغمبر خدا حضرت انس شنیدند که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگفتند قال الله تعالی، الله تعالی گفت در حدیث قدسی، الله سبحانه و تعالی به سوی آدم و فرزندان آدم خطاب میکنه در این حدیث: یا ابن آدم لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرة. ای فرزند آدم، ای بچه آدم، ای آدمیزاد، اگر روز قیامت تو مرا واخوری بقراب الارض خطایا، با یک زمین گناه اگر واخوری، در بالاترش آمد که عنان السما، گناهی تو از زمین تا لجام آسمان اگر باشد گناه کرده باشی، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، ثانی من واخوری لیکن کسی را برای من شریک نآورده باشی، سنگ است، آتش است، بت است، هیکل است، درخت است، یگان چیز رو برای من شریک نآورده باشی، فقط من عبادت کرده باشی، یگانه الله تعالی عبادت کرده باشی، حیوان پرستی نکرده باشی، انسان پرستی نکرده باشی، لاتیتک بقرابها مغفرة. یک زمین گناه به عوض یک زمین گناه یک زمین مغفرت میده. ببینید اگر گفت یک زمین گناه که من واخوری لیکن به من کسی را شریک نآورده باشی، یک زمین مغفرت میدم، عفو میکنم همه گناهات، و شرطی که برای من شریک نآورده باشی. ببینید چگونه گناه شرک آوردن و شریک آوردن با الله تعالی عظیم است و چگونه یگانه پرستی، توحید، خدا پرستی، یک و یگانه اعتقاد کردن پروردگار چقدر فضیلتی بزرگ دارد. الله تعالی در قرآن کریم گفت: ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله تعالی روز قیامت شرک را نمیبخشد. کسی که اگر در دنیا با الله تعالی چیزی را شریک آورده باشد، انشاءالله درباره شرک علاهیده صحبت میکنیم. امروز محتوای صحبت ما درباره فضیلت توحید است، فضیلت یگانه پرستی است، ضد یگانه پرستی شریک آوردن به خدا است که درباره‌اش سخن میکنیم. شریک آوردن فقط هیکل را عبادت کردن نیست، یا غار را عبادت کردن نیست، یا
یا درخت را عبادت کردن است. همه این شرک است، لیکن بسیار چیز را در بر میگیرد که درباره شرک انشاءالله صحبت علاقیده میکنیم. خداوند گفت که الله تعالی شریک آوردن را نمیبخشد و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. غیر شریک آوردن، غیر شرک دیگر گناه ها را برای کسی خواهد میبخشد. اگر دیگر گناه های کرده باشد لیکن به الله تعالی شریک نآورده باشد، الله تعالی یا او را میبخشد و به جنت می‌دارد، یا اینکه قدر گناهش در دوزخ سوزانیده سپس به جنت می‌دارد، به جنت می‌دارد و محاله دیگر امکانیت دیگر علاج نیست، جنت را می‌دارد مادامی که خدا پرست باشد، شریک نآورده باشد. اما دیگر گناه‌هایش این در زیر مشیت پروردگار است و خواست الله گذاشته میشد. الله تعالی خواهد به فضل و کرم و رحمتش میبخشد، نخواهد به قدر گناهش بنده را جزا میدهد، سپس بازگشت او به آتش و جنت از جنتی جاویدان است، از آتش دوزخ. لیکن اگر شریک آورده باشد تمام عملهایش محترم جماعت بیهوده میشد. اگر 70 سال عبادت پروردگار را کند، نماز و روزه، زکات و حج، خیرات و صدقات، ذکر پروردگار، دعا، تعلیم قرآن و تعلیم دادن آن که گذراند و به الله تعالی اون کسی یا چیز شریک بیارد، الله تعالی هم عبادت کند و دیگر چیزم اگر همراهی الله تعالی عبادت کند، الله تعالی میگوید و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما عملهای آن کسایی که با الله تعالی شریک آوردند مانندی خاکی که آرد کرده شده است و در روز شمال طوفان به هوا پاش داده شده است، مانندی آن بیکار کردیم عملهای شما. اگر شریک بیاورد، حتی ببینید که خداوند به پیغمبر خدا چی گفت؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک. الله تعالی به پیغمبر خدا گفت، ما گفت از این پیشه گفت که ما به تو و به آن پیغمبرهایی که از تو پیش فرستانیده شدن به همه آنها وحی دادیم، خبر دادیم که لئن اشرکت، اگر شریک بیاری با الله تعالی کسی را یا چیزی را، لیحبطن عملک، عملات همش حبطه میشد، بیکار میشد. لیحبطن عملک و لتکونن من الخاسرین، از جمله ضرر دیدگان و زیان دیدگان میشید، خار میشید اگر شریک بیاری. این سخن که خداوند به پیغمبر ما و به تمام پیغمبرهای متقدم با این اسلوب شدید الله تعالی خطاب کرده. اگر شریک بیاری تمام عملات بیکار میکنند و از جمله خاطرین انسان ها میشه خدا پیغمبرها خطاب کرده است. بنابراین ما چی حالت داشته باشیم؟ پیغمبر خدا حضرت ابراهیم علیه السلام ببینید چی میگه؟ رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام. پیغمبر خدا بودن، پیشوای خداپرستان بودن، در زمانه پیغمبر شدن که همه مردم بت عبادت میکرد، از بت و هیکل و صنم یاردن میپرسید. گفتن رب اجعل هذا البلد آمنا، پروردگارا این شهر را یعنی مکه را شهری صاحب امن گردان، به این شهر امنیت ده، آرامی ده، از جنگ و جدال و ناآرامی شهر را نگاه دار. و جنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام، من و فرزندان مرا نگاه دار که باز ما نیز بت یا صنم عبادت نکنیم. این نگاه دار افتاد دعا کرد پیغمبر خدا، دعا میکرد. این دلالت میداد که میترسیدم که باز الله تعالی از ما توفیق بندگی را نگیرد که با بت یا صنم عبادت نکنیم.